همه اتفاقات دست به دست هم بده تا پرسپولیس بتونه صدرنشین لیگ برتر بشه. یه حرکت عالی وحید امیری اونجا توپو در اختیار داره، تو سر توپش اورونوف ضربه رو میزنه توی دروازه. 1-0 برای ما، خیلی زود جلو میافتیم. دروازه باز شد، پرسپولیس 1 نساجی 0. استون اورونوف ستاره ازبک پرسپولیس یه گل خوشگل زد روی اشتباه لوآنپولی که ستاره نساجی بوده تو این 3-4 هفته اخیر و تونسته بود 3 بار دروازه‌شو بسته نگه داره و این وضعیت سکوهای پرسپولیسی ورزشگاه وطنیه. گل خوشگلی که استون اورونوف زد تا دیگه با یه خیال آسوده‌تر بتونیم دقایق پیش رو پشت سر بذاریم. یاسین گفته بود 3 تا پرسپولیس میزنه، من گفتم 4 تا. ببینیم کدوممون نزدیک میشه. تو گفته بودی چی؟ 1 یا 2 تا؟ من 2-0 بودم. که زد درست از پشت محوطه جریمه لوآنپولی که فوق‌العاده بوده تو این هفته ها یه گل بد میخوره. حالا شاید دید خوبی هم نداشت، جام ملکی در مقابلش قرار گرفته بود و دیدشو کور کرده بود و اینجوری پرسپولیس مثل بازی فصل